چشم از برای دیدن آیات قدرت است، گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آنم فروتر است. الله مهربان رحمت کنه جنابی میر سعید علی حمدانی را که ما از سخنهای خیلی بلند و بسیار پرمحتوای این عزیز خدا صحبت امروزه را آغاز نمودیم و ناگفته نماند که معناهای این مصرع‌هایی که این عزیز خدا ایجاد کردن بسیار یک کتاب گویم حکمت و یک کتاب معنا هست. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. این چشمی که الله برای ما و شما داده است، قدرت های الهی را برادران عزیز ما باید با این مشاهده کنیم. با قدرت های الهی باید که نظر اندازیم و بعد نظر انداختن ما البته به البته سری تسلیم پیش این قدرت فراریم. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. وظیفه گوشم این است که هرگاهی که تو را از برای خدا کسی نصیحت میکند به او گوش انداز. هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آن هم فروتر است. اگر با این مصلحت من راضی نباشی، اگر چشم در جای خودش، گوش در جای خودش، اگر به شرطی که استفاده نبردی، تو کور هستی و تو کر هستی. الله مهربان توفیق منتید که چشمهای ما و شما چگونه الله مهربان میگه این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. گوشهاتان، چشمهاتان، زبانهاتان، دستهاتان، پاهاتان، همه اینا مسئول هستند. هر کدام اینها روز قیامت از هر چی کردن سوال می شوند. از این لحاظ الله را دعا کنیم که خداوند بر هر یک عضوهای ما و شما توفیق دهد و هر کدام اینها در جای مقصد حاضر شوند، در جای قدم زنند که اونجا راضیگی الله باشد، اونجا در رحمت الهی باشد. خدای مهربان خاتمه اونا بخیر کنی، ایمان اونا با سلامت نگه داری. الله مهربان امروز میبینیم خیلی دنیا ناآرامه. از آن جمله امروز ملکهایی که دولت‌های روسیه و دولت‌های اوکراین و خیلی یک احوال‌های بد، ناراحتی‌های زیاد، داد و وای مردم در تهخانه‌ها زندگی کردن، در تهخانه‌ها زنهای حامله‌دار تولد کردن، بیماری خود دیگویم کرونا در تهخانه‌ها برده تبابت کردن، همه این شومی ناراحتی و جنگ و جدال هست. برادران دعا کنیم که خدای مهربان این جنگ هایی که بسیار اینها اگر دوام خورد تا چند دامن این پهن می شود، تا چند قحطی و ناداری و بگویم نارسایی و قرب همه مقصد پولی که امروز افتیده است و خیلی گویم سختی های زیاد دارد. الله را دعا کنیم که خداوند این مشکلات ها را از روی عالم دور کنه و آرامی و امنیت و تینجی را در سراسر عالم الله مهربان نگهبان باشد. برادران عزیز و گرامی، امروزه من آنچه برای شما میرسانم برای همه ما و شما جناب حضرت علی رضی الله عنه شناس است. ما میدانیم که حضرت علی از خردی در خاندان پیامبر گرامی به وای رسیدند، یعنی سرپرست جناب علی رضی الله عنه این پیامبرمون هست.
دیگر خصوصیتی که این جناب علی داشتن برادرای عزیز، دختر محبوبش فاطمه را هم در نکاح حضرت علی در آوردن. دیگر خصوصیتی که جناب علی داشتن برادرای عزیز، همان روزی که پیامبر اعلان کرد که در بین شما نفری هست که فردا من بیرق بگیم لیوا را در دست او میتم که اون نفری هست که الله او را دوست می‌دارد و او الله را دوست می‌دارد. فردا معلوم شد که اون جناب علی رضی الله عنه بود است. خلاص برادران عزیز و گرامی، بسیار شخصی دانشمند، بسیار شخصی با حکمت از 10 یار بهشتیه که جناب علی بودند. حضرت به خاطر آنه که خیلی علمش وسیع بود، خیلی آدم دانشمند که بود، 7 سوال از او کردند. چنان سوال های دادن برادران عزیز که دل خانفر اگر سوال می دادن، آن جواب های را که جناب علی دادن شاید گویم که در ذهن اونها، در فهم اونها این جواب نمی آمد برادر عزیز، ولی گوش اندازیم خیلی جالبه. سوال ها هم سوال های عجیب، جواب هاش با عجیب تره. یکم سوالی که جناب علی کردن، گفتن یا علی، ای جناب علی، ما اسقل من السما، ای آسمان در وزنین تر چی است؟ شما برادرها خوب گوش اندازین که آسمان با این قدر مقصد که در داخل او چقدر مقصد تمامی گویم آخر یک ستاره که بگیم در همین آسمان که اونها حتی ای زمین و ای همین آسمان ای زمین ما شما دیده کلانتره، او را دیگر وزن اونها را وزن کردن دیگر عدد ممکن که عاجز بیاد. لیکن سوال همینه، ای آسمان در وزنین تر چیه؟ دویم سوال، و ما اوسع من الارض، زمین شما میدونید چقدر پهن کلان است. گفتن ای زمین در پهنتر چیه؟ سوال سیوم، و ما اغنى من البحر، زیر بحر برادرای عزیز بسیار بایگری زیاد داره. گفتن ای زیر بحر در دیده بایتر چیست؟ 4 و ما اشد من الحجر، سنگ هم برادرها خیلی سخته. ای سنگ در سختتر چیه؟ 5 و ما احر من النار، آتش هم میدونید چقدر حرارت داره، علاو بگیم چقدر حرارت داره. گفتن از علاو در دیده با چی را گرمش زیادتره؟ سوال دیگر، و گفتن که و ما ابرد من الزمهریر، 6 سوال، ای زمهریر در خنکتر چیه؟ زمهریر برادرها در سوره انسان آیت 13 ببینین، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. خداوند میگه در قرآن نه تیزی آفتابه نه سردی سخت زمهریر، یکی ای بگیم بسیار خنکی شدید زمهریر میگن. ای زمهریر در خنکتر چیه؟ 7 سوال، گفتن و ما امر من السم، زهر تلخه برادرو، ای زهر در تلختر چیه؟ هر کدام دل خواه برادرو وقتی سوال گوش کردین، در اینها شاید که میگون که آخه این علای مهربان، این جناب علی که از دست پرور خاندان حضرت که بود، دعای حضرت که گرفتگی بود، بگیم
از فیض حضرت که بهره بردگی بود، مقصد وقتی گوش میکرد برای جواب دادن کارهای هیچی مشکلاتی نبود، لیکن برای ما و شما خیلی خیلی مشکل می نماید، خیلی وزنین می نماید. یکم گفتن ما از کلومین سما، ای آسمان در وزنین تر چیه؟ حضرت چی گفتن؟ گفتن که البهتان و البرایا از کلومین سما. یک آدمی که گناه نداره، وقتی یک گناه را در گردنش بار میکنیم، یا اینکه بر یک گناه تهمتش میزنی، گفت از آسمان در این وزمین تره. برادر عزیز و گرامی، همین نزدیکی یک 3 روز پیش یک مادر ممکن قطعی ما یکان 5 یا 6 دقیقه گپ زدن، لیکن فقط با گریه گپ زدن. گفتن یک جا مهمان شدم، بعدی مهمان شدن گفت حاجی بابا گفت اهل همون خانواده بر من تهمت میزنن که تلاواری های ما را مقصد بیار بتی. هرچنده که من زاره میکنم، خواهش میکنم، من مقصد یک آدمی هستم که الحمدلله مسلمانم، نماز شب دارم، اراده با مقصد رفتن حج دارم، لیکن همو گفتی تاجیکای ما حکک زده گریه میکنه که چقدر مقصد برداشت یعنی تهمت چیزی وزبینه. وقتی گناه نداشته باشی و تهمتت کنن، حضرت علی میگه از آسمان در وزبین تره. در قرآن ما یک داستان داریم، داستان افک. این داستان برادرای عزیز و خواهرای عزیز به حضرت عایشه مادر ما وابستگی دارد که حضرت عایشه مادر مونم در حیاتش تهمتی بر زنا زدن. وقتی آیت‌های قرآن که پایان شد، خرسندی خاندان عایشه را ابوبکر پدرش مادرش فرا گرفت که از جاهاشون میپریدن ای خرسندی را که مقصد در حق دختری ما تهمت کردن که 1 ماه اینا در خانه بگیم خون خوردن. برای همین از آسمان در وزنین تر چی بوده است؟ تهمت. نفری را وقتی ما به گردنش بهتان میزنیم یا تهمت میکنیم، از آسمان در وزنین بوده است. دویم سوال بود و ما اوسع من الارض، ای زمین در پهنتر چیه؟ جناب علی گفتن و الحق اوسع من الارض، حقیقت ای زمین در پهنتره. جاء الحق و زهق الباطل این الباطل کان زهوقا. گفتن حقیقت. ببینین ها دوی میگن که الله میگه حق که آمد باطل نابود میشه. البته حق آمدنیه، یعنی هیچ وقت مقصد باطل پیروز نمیشه. هیچ وقت همه زمان و دور در برادر عزیز کسی که اگر حق باشد البته حق پیروز میشود، حق غلبه میکنه. برای همین جناب علی گفتن حق حقیقت ای زمین در پهنتره. سوم سوال و ما اغنی من البحر، ای بحر در ای زیر بحر که گفتیم خیلی بایگری در داخل بحرها هست، از بحر در بایتر چی است؟ گفت حضرت گفتن والقلب القانی اغنی من البحر. اگر انسانی که نعمت قناعت داشته باشد، ای زیر بحر دم گفت بایگری آدم زیاده. یعنی آدمی که برادران عزیز با چی مقداری داره با همون قناعت داره، حریص نیست، مقصد داشتگیش کم نمیشماره. برای همین پیامبر میگه لیس الغنا عن کثرة العرض ولکن الغنا غنی نفس. آن کسی را میبینه که مال زیاد داره، او را مقصد هیچ وقت ثروتمند گفته نمیشود. ثروتمند وقتی میشود که به همون ثروتی داشتگیش قناعت پیدا کنه و بگه الله مهربان شکرگزاریت میکنم به این چیزی که برای من داده. انمی قلب قانع، یعنی نفری قناعت پیشه بایتر است از زیر بحر ده. 4 سوال و ما اشهد من الحجر،
از سنگ سخت‌تر چه گفت؟ برادر عزیز جوابش و قلب المنافق اشد من الحجر. قلب آدم منافق از سنگ هم سخت‌تره. آدم منافق برادرها نفری که زبانش دیگره قلبش دیگره، ایرا منافق میگن. در قرآن سوره نساء آیت 145 ببینین میگه این المنافقین فی درک اسفل من النار. منافق در پسترین آتش جهنم میسوزه. حضرت علی گفتن که کسی قلب آدم منافق از سنگ سخت‌تره. سوالی دیگر و ما احر من النار، از آتش از علا گرمتر چیه؟ حضرت گفتن و سلطان الجائر احر من النار. پادشاهی که همیشه ستم میکنه، همیشه ظلم میکنه، همیشه استبداد میکنه، از آتش هم گفت این گرمتره. سوال دیگه و ما ابرد من الزمهریر، ای زمهریر که گفتیم یک بسیار سردی سخت داره، ای زمهریر ده خنکی سخت‌تر چیه؟ حضرت گفتن که والحاجت الی اللئیم ابرد من الزمهریر. پیش یک آدم نامرد پیشش رفته و از او حاجت و نیاز طلب کردن، ای زمهریر ده گفت این کاری خنکه، این خنکتر ای زمهریر ده پیش یک آدم ناکس، یک آدم نامرد وقتی میره و مقصد نیازی خود هم میگوی و از او حاجت طلب میکنی. حضرت میگه اینها نفرایی نیستن که پیش اینها شما رفته نیازی خودتان حاجتی خودتان ای نامرد ای ناکس طلب کنی. ببینیم پیش اونها رفتن از اونها حاجت طلب کردن از چی ده؟ برادرای عزیز و گرامی، از مقصد زمهریر ده هم این کار، یعنی این خنکی سخت‌تر از گفتن. آخرا گفتن و ما امر من السم، ای زهر ده تلختر چیه؟ حضرت گفتن که و صبر و امر من السم، صبر کردن گفتن از زهر ده هم تلختره. یعنی برادرها صبر کردن خیلی اینم کاری مشکله. یا صبری بگیم که در طاعت یا صبری از معصیت. وقتی معصیت بالات میاد، خب برای نکردن معصیت وقتی صبر میکنی که همین معصیت را نکنم، همین گناه را نکنم. یا صبری بر طاعت است، یعنی عبادت و طاعت بردوام کردن، در اینم صبر کردن میگه که حتی از زهردن تلختره. برادر عزیز 7 سوالی که جناب علی را دادن و 7 جوابی که بهترینی که ما گرفتیم. من میتونستم هر کدام اینها را ممکن 10 دقیقه و 15 دقیقه برای شما شرح توضیح دهم، لیکن انشاءالله برای آدمی که معلومات کم هم باشد لیکن درک کنین، اگر معنا و فهمیش رفته باشین، خدا خواهد الان شما یک معلومات خیلی زیادی دارید. الله خاتمه مون بخیر کنه و ایمانمون با سلامت نگه داره.